عزیز، در این قسمت از برنامه مصاحبه‌ای داریم با ثریا شهابی در مورد انتخابات آمریکا و انتخاب مجدد اوباما. ثریا شهابی، صدای منو میشنوی؟ بله در خدمتم. خوش اومدی به برنامه ما. متشکرم. اوباما مجددا انتخاب شد. فکر میکنی انتخاب مجدد اوباما برای خود جامعه آمریکا چه معنی داره؟ انتخاب اوباما تا اونجایی که به سیاست‌های داخلی و خارجیش برمیگرده معنای متفاوتی نسبت به انتخاب شدن رقیبش نداره. حزب جمهوری خواه همون سیاست‌ها رو دنبال میکنه که حزب دموکرات دنبال میکنه، چه به خصوص در زمینه سیاست‌های خارجی. برای خود جامعه آمریکا بدون اینکه اوباما واقعا هیچ برنامه به اصطلاح رادیکالی داشته باشه در مورد تامین اجتماعی و تامین کار و به اصطلاح کاهش فضای میلیتاریستی که دور قبل بوش رأسش بود، بدون اینکه واقعا برنامه‌ای در این راستا داشته باشه، اما انتخاب مجددش یه تصویری از فضای عمومی جامعه آمریکا رو به دست میده که جامعه آمریکا هنوز به شدت خواهان این هستش که رئیس جمهور متوجه تامین اجتماعی باشه، متوجه اقشار فقیرتر باشه، متوجه اقشار محرومتر باشه، متوجه تمرکزش روی به اصطلاح بهداشت عمومی باشه، بهداشت عمومی برای همه مردم باشه و همه شورای انتخاباتی که دور قبل داده بود. مصاحبه‌هایی که میکنم خیلی تاکید میکنند به این که اوباما این وعده‌هاشو برآورده نکرد، ولی ما میخوام بهش فرصت دیگه بدن. میخوام بگم که نشون دهنده این هستش که فضای جامعه آمریکا به شدت خواهان یک برابری هستش، خواهان یک تامین اجتماعی وسیع در اقشار محروم، برای طبقه کارگر، برای حقوق بگیران هست و تبلیغات دست راستی انتخاباتی که علیه اوباما شد نتونست این فضا رو عوض بکنه، بدون اینکه معنیش این باشه که خود اوباما پلتفرم خیلی رادیکال متفاوتی داشته باشه در مورد مسئله بیکاری و در مورد مسئله درمان عمومی و تمام وعده‌هایی که داده بود. خب ما میدونیم که قبلا هم وعده های زیادی به بخش محروم جامعه داده بود، ولی این وعده ها را اجرا نکرد، ولی بازم مردم بهش رأی دادن. آیا این به معنی این که کل جامعه آمریکا یا بخش اعظم جامعه آمریکا به یه نه بزرگی به جمهوری خواهان دادن و نمیخوان اونا را؟ من فکر کنم بیشتر از اینکه نه به جمهوری خواهان باشه، تاکید مجددی بود در این که آمریکا، جامعه آمریکا به خودش یه جامعه نگاه میکنه که باید در مورد مسئله تامین اجتماعی، مسئله کار، مسئله فشار بحران اقتصادی که روی اقشار محروم، روی طبقه کارگر هست، اینا مسائل اساسی. در واقع با این انتخابات اکثریت مردم نشون دادن که دیگه اون حال و هوای این که آمریکا در رأس سیاست‌های داشته باشه که ابرقدرت و قدرقدرت دنیا باشه، اینا راستش خیلی بردی نداره تو بود داخلی و کماکان مردم خواهان پاسخ‌های به اصطلاح چپ‌تری هستند به مسئله بحران، به مسئله بیکاری، به مسئله بی‌تأمینی و به مسئله تمام فشارهایی که این بحران اقتصادی داره روی بخش اعظم کارکنان جامعه آمریکا، کارگران و حقوق بگیران داره میذاره. میگم تمام این نشون دهنده این هستش، بدون اینکه اوباما به طور واقعی هیچ برنامه رادیکال و هیچ برنامه ماهیتا متفاوتی داشته باشه نسبت به رقیبش برای ایجاد تغییرات رادیکال تو جامعه آمریکا. منتها این امید و این انتظاری هست که جامعه آمریکا داره منعکس میکنه. تأثیر این انتخاب بر اوضاع که در خاورمیانه هست و مخصوصا رابطه دولت آمریکا با جمهوری اسلامی چیه؟ این انتخابات تو اوضاع خاورمیانه، رو سیاست خارجی آمریکا در مورد خاورمیانه و کلا تو مواجهش با مسائل بین‌المللی تغییر متفاوتی ایجاد نمی‌کنه.
هر دو تا حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات هر دو سیاست داخل سیاست خارجیشون در مورد خاورمیانه و در مورد دنیا یکیه و علیرغم بالاخره پروپاگاندای تبلیغاتی که تو دورت انتخابات کردن و اعلام کردن که یه سیاست رو تایید میکنن. رامی اعلام کردش که همون سیاست اوباما رو در مورد خاورمیانه اعمال خواهد کرد. قصد حمله نظامی نداشتن. این پروپاگاندای خطر حمله اسرائیل و خطر حمله نظامی در واقع یه کمپین تبلیغاتی اوباما بود برای پس زدن فشار راست که اوباما به اندازه کافی با دولت با به اصطلاح جمهوری اسلامی چیز نمیکنه، برخورد قاطعی نداره. این فضا طبیعتا کاهش پیدا کرده، ولی این فضایی هم که وجود داشت معنیش این نبود که برنامه و نقشه از هیچ حمله نظامی وجود داشته باشه یا هیچ سیاست به اصطلاح خشن‌تری از این که هست رو دنبال بکنن. این تحریم‌های اقتصادی بود و این تحریم‌های اقتصادی هم ادامه پیدا میکنه. از این نظر تأثیر چرخش سیاسی رو توی خاورمیانه وجود نمیاره، منتها اون فضای میلیتاریستی رو کاهش میده و یک امیدواری در مورد اینکه آمریکا با جمهوری اسلامی به یک سازشی برسه در مورد مسئله هسته‌ای، به یه همچین امیدی دامن زده. بخشن از طریق خود بخشی از خود هیئت حاکمه جمهوری اسلامی که این رو تبدیل به فشاری دارن میکنن برای اینکه فرصتی هست، 4 سال دیگه فرصت هست و جمهوری اسلامی یا به شخص خامنه‌ای باید بیاد و به اصطلاح جام زهر رو بنوشه و بیاد مذاکره بکنه. از طرف دیگه آمریکا گفته که آمریکا از اولش هم گفته بود، اوباما گفته بود که من بدون قید و شرط حاضرم مذاکره بکنم و اینا مذاکرات پشت پرده زیاد داشتن، سر افغانستان داشتن، سر عراق داشتن، منتها مذاکره باز اینا نداشتن. الان کل فضا هم از طرف دولت آمریکا و هم از طرف خود بخشی از خود جمهوری اسلامی یه تمایلاتی به اصطلاح درجه از سازش، مذاکرات به اصطلاح سری رو، علنی تری رو و نظیر میزی رو داره از خودش نشون میده و با توجه به تحریم اقتصادی و فشار تحریم اقتصادی که روی اقتصاد ایران به طور کلی هست و عواقبش که هر کسی داره دامنگیر بخش‌های محروم‌تر، طبقه کارگر و بوبگیران جامعه هست، این خودش رو الان خیلی حاکم کرده تو فضای رابطه بین غرب و جمهوری اسلامی که اینا بتونن با هم دیگه بشینن و مذاکراتی بکنن که به درجه سازش توی سطحی برسن. این که این کار رو خواهند کرد یا نه، یا اصلا به سازش میرسن یا نه، این بالاخره یه سوال بازی هست. منتها الان در این زمینه تبلیغات زیاد هست و به نظر میاد که هر دو طرف خواهان این هستن که یه جوری بالاخره این ثقل قضیه شکافی که بین غرب و جمهوری اسلامی هست رو کاهش بدن و تخفیف بدن با یه سلسله مذاکراتی که ممکنه به نتیجه برسه یا نرسه، ولی حداقل میتونن این تصویر رو بدن که غرب با جمهوری اسلامی هنوز مسئله داره، ولی مسئله تعیین کننده ای مثل قبل نیست و در مرکز به اصطلاح تقابلات و تخاصمات جهانی نیست. با توجه به اینکه اخیراً خب اخیراً اوباما مشغول نشون دادن چراغ سبزهایی هستش که با چین بشینن به تفاهم‌های برسن، به اصطلاح چین رو از این دشمن غیر قابل آشتی ناپذیر به دشمنی که میتونن با هم توی سطحی به تفاهم برسن. این باعث میشه که کل این فضا تصویری رو بذاره توی صحنه که مثل دور قبل تخاصم و شکاف غرب و جمهوری اسلامی اونطور نقش عاجل و تعیین کننده و توی تصویر دنیا رو نداره که بخواد همه مشکلات جهان رو به اصطلاح توی این مسئله دروغین و فریبکارانه دعوای اتمی بشه پوشوند. در حال شکاف کاهش پیدا کرده
ظاهرا از در سطح تبلیغات سیاسی کاهش پیدا کرده، ولی در سطح اعمال تحریم ها هیچ کاهشی پیدا نکرده. همین من سوال بعدیم این بود، آیا فکر میکنی ابعاد تحریم های اقتصادی کاهش پیدا میکنه در این فاصله یا نه بعد از؟ به نظرم پیشبینی دقیقش دشواره، ولی این تحریم ها نمیتونه اینجوری ادامه پیدا بکنه. این تحریم ها جامعه ایران رو، اکثریت مردم رو به یه لبه پرتگاه یه تباهی کشونده و الان صحبت از این هستش که تنها یعنی ذخایر دارویی تولیدی جامعه داره به انتها میرسه و حتی اوضاع خیلی خیلی خطیرتر از این رو دارن تصویر میکنن. این یه وجه واقعیته. وجه دیگهش خود تخاصماتی هست، دعواهایی هست که توی جمهوری اسلامی سر باز کرده به بهانه اینکه مدیریتشون بده، دور قبل نتونستن و یا این همه درآمد دوره احمدی نژاد این همه درآمد نفت به درست مصرف نشده. معلوم شده که نکناله ها و شکایتی که معلوم شده این همه که گفته میشد ما خودمون رو پای خودمون وای میسیم، حتی گاز خودمون رو نمیتونیم تولید بکنیم. یه دعواهای در اون خانوادگی از این جنس که شکاف توی خود جمهوری اسلامی رو تعمیق میکنه. مجموعه اینا مجبور میکنه که یه چاره‌ای بیاندیشن و به نظر و در این حال فشاری که روی مردم، روی طبقه کارگر و این فشار گرونی و کمبودی که هست، خطر به اصطلاح شورش گرسنگان و اعتراضاتی که به این فشارهای اقتصادی داره میاد بتونه خامنه‌ای رو بکشونه به این که به درجه به اصطلاح جام زهر رو بخوره و حاضر بشه مذاکره علنی رو بکنه با آمریکا. قبلا هم اعلام کرد که آماده است. اپوزیسیون نسبت به ادامه این سیاست چه برخوردی داره؟ منظورم نیروهای گوناگون سرنگونی طلب ایرانه. اپوزیسیون ما بالاخره انواع اقسام اپوزیسیون داریم. اپوزیسیون راستی که امید دوخته بود به این که از دل این شکاف و از دل این تخاصم بلکه نون دیگه بیفته تو دامنش و به اصطلاح به طریق سوریه یا لیبی رژیم چینجی صورت بگیره، کاملا ناامیده. احساس میکنه آمریکا بهش خیانت کرده و مایوسن و احساس میکنن که اون فرصتی رو از دست دادن که ایران هم میتونه به اصطلاح تغییرات به اصطلاح دموکراسی سازی به مدل لیبی و سوریه توش صورت بگیره. بخش دیگه از اپوزیسیون به نظر من میره دنبال جمهوری اسلامی برای اینکه بالاخره از خود ترس همین آلترناتیو سازی مدل سوریه و لیبی میره پشت جمهوری اسلامی. خیلی هاشون اعلام کردن، جبهه ملی اعلام کرده، تو اکثریت اعلام کرده و اپوزیسیون سلطنت طلب و اپوزیسیون چپ پروغرب که میگم امید دوخته بود به این ماجرا به شدت بی‌افق و ناامید شده و احساس میکنه بهش خیانت شده. تا اونجایی که به طبقه کارگر برمیگرده که به عنوان یه طبقه‌ای که هیچ نوع سازشی نداشته با جمهوری اسلامی، با هیچ کدوم، با هیچ بخشش، با سبزش و با اسلام سبز و با اسلام سیاه و با بورژوازی در قدرت و یا در کمی در قدرت سازشی نداشته، براش میتونه فرصت‌هایی رو فراهم بکنه که تا قبل از این که ما به ازای داخلی آشتی آمریکا با جمهوری اسلامی و یا جام زهر خوردن خامنه‌ای برای رفتن پای میز سازش با آمریکا تبدیل بشه به یه سرکوب وحشتناک تو ایران، بتونه از این فرصت استفاده بکنه، خودش رو متشکل بکنه، حول خواستای خودش، حول مطالبات خودش و بتونه سد مقاومتی رو ببنده در مورد اینکه معاوضه‌های داخلی این سازش تبدیل نشه به محرومیت بیشتر، زندانی سیاسی بیشتر و فقط فلاکت و بی‌حقوقی بیشتر برای طبقه کارگر و برای اکثریت مردم. میخوام بگم که اپوزیسیون تا اونجایی که به طبقه کارگر برمیگرده
تا اونجایی که به اکثریت بخش محروم جامعه برمیگرده، سازش و یا دوستی و دشمنی آمریکا، غرب، بورژوازی غرب با جمهوری اسلامی از هر طرف براش ضایع است. وقتی که دعوا دارن، معاوضه داخلیش براش خفقان و دستگیری و تعرض به فعالین سیاسیش و تعرض به رهبران کارگریش، زندانی کردنشونه، زدن از حداقل معیشتشونه. و وقتی هم که میخوان آشتی بکنن، قبل از هر کسی صدای اکثریت محروم جامعه، صدای طبقه کارگر رو میخوان خفه بکنن. و مثل جنگ ایران و عراق قبل از اینکه خمینی جام زهر رو بخوره، فرمان بلافاصله به بحث اینکه خود فرمان پاکسازی زندانیان رو داد و یک اختناق سیاهی رو حاکم کردن. الان اون حال و هوا رو ندارن. الان اون نه از نظر ایدئولوژی جمهوری اسلامی تو موقعیت هست که بتونه با توهم پراکنی ایدئولوژیک ثقیل دنبال خودش بکشه، و نه از نظر موقعیت رابطش با مردم و با طبقه کارگر تو موقعیتی هست که بتونه اون تعرضی رو که توی با پایان جنگ ایران و عراق به مردم و به طبقه کارگر کرده بتونه سازمان بده. ولی میتونه ضربه بزنه، میتونه فضا رو تنگتر از اینی که هست بکنه. درنچه برای اپوزیسیون راست، برای اپوزیسیون سبز، برای آقای موسوی و کروبی و این دار و دسته ها، و برای اپوزیسیون سلطنت طلب، خب میتونن به احساس کنن که توی این سازش ممکنه برای اونا به نوعی به اصطلاح برای آیندهشون شاید یه وعده های کمکی جانبی داده بشه که ساکتشون بکنن، چون در حال احساس میکنن بهشون خیانت شده. اگه سازش بکنه با جمهوری اسلامی، احساس کنن بهشون خیانت شده، چون اساسا برای این متن بود که رشد کردن. ولی برای طبقه کارگر، برای بخش محروم جامعه باید این رو بدونید که برای این سازششون سنگر خودشون محکم ببنده. ضمن این که طرفدار این هستیم که هر آدمی که توی مسئول که توی ایران زندگی میکنه احساس میکنه این تحریما چه به اصطلاح اسلحه کشتار جمعی علیه مردم و بیشتر از هر کسی علیه طبقه کارگر و علیه مردم ازش استفاده میشه، و این باره این فشار رو بیشتر از هر کسی به مردم دارن تحمل میکنن. این رو بدونه که با وجود اینکه خواهان پایان این تحریم ها هست، اما سازش اینا و کنار اومدنشون با هم دیگه الزاماً به معنی آزادی و برابری و الزاماً به معنی باز شدن در گشایش سیاسی اینا نیست. میتونه فشار تحریم ها رو کم بکنه، ولی اختلاف سیاسی رو بیشتر بکنه، برای اینکه صدای اعتراضی طبقه کارگر رو خفه بکنه. درنچه تا اون که طبقه کارگر مربوط میشه، بستن صد مقاومتی با آگاه بودن نسبت به اینکه معاوضه‌های داخلیش اجازه ندن که تعرضی باشه و اونا باید در این آماده باشه. سرای شهابی، شما اشاره کردید به مایوس و ناامید شدن و اپوزیسیون در این وضعیت، و فکر میکنی که این افقا که متفاوته و اونا مایوس شدن، آیا این تصویری که یا این تصاویری که بخشی از اپوزیسیون میده چه تأثیری بر افقای کارگری داره و آیا این در حد سرکوب بیشتره میتونیم بگیم؟ ببخشید صدای من هست؟ جانم صدای شما هست. بله صدای من شنیدی؟ ببینین وقتی که جریانی به اسم اپوزیسیون و به اسم آزادسازی، به اسم بشارت دادن دموکراسی میلیون ها نفر رو و اکثریت جامعه رو و به خصوص طبقه کارگر رو میفرسته دنبال نخستی های این که منتظر باش که از قهر و آشتی اوباما و خامنه ای، از دعوای غرب با جمهوری اسلامی، از دعواهای درونی خود حاکمیت در سر این که چقدر لیست بکنن و چه بخشی از حاکمیت، چه بخشی از بورژوازی، بخش بیشتری از ثروت جامعه رو به جیب بزنه،
وقتی که میفرستن دنبال اینا، در انتظار به اصطلاح محصول دادن این تخاصما طبقه کارگر رو در انتظار نگه میدارن، به نظر من بیشترین ضربه رو میزنن به اینکه مقاومتی در مقابل سناریوهای مخربی مثل سوریه و لیبی تو ایران شکل بگیره. اپوزیسیونی که وعده میده که سر پیچ بعدی به اصطلاح به خاطر دعوای اتمی جمهوری اسلامی و دعوای اتمی غرب با جمهوری اسلامی انقلاب میشه به اصطلاح، یا تو پیچ بعدی آزادسازی میشه، خودش در واقع بخشی از اون پروژه‌ای هستش که توی سوریه و توی لیبی در اتفاق میفته. یه اپوزیسیون ارتجاعیه، برنامه‌های سیاسیش ارتجاعیه، و از طرف دیگه اپوزیسیونی که به خاطر مدل لیبی و سوریه مردم رو میکشونه به طرف جمهوری اسلامی و دفاع از به اصطلاح احمدی نژاد در مقابل خامنه‌ای، دفاع از شعارها و پروپاگاندای به اصطلاح پوپولیستی، و یا اخیراً که احمدی نژاد رفته پشت که میخوام زندان‌ها رو ببینم و میخوام به اصطلاح فشار نیارید به مردم و فشار به جوانان نیارید، بخواد ببره پشت اینا هم در واقع مردم رو در انتظار نگاه داشتن این هستش که بذارید دعواهای حاکمیت، دعوای بخش‌های مختلف بورژوایی و سر قدرت و ثروت، هر کدوم به نوعی از شما استفاده بکنن یا شما رو خنثی نگه دارن که طرح‌های ارتجاعی خودشون پیش بره. ما به ازای افقی که میذارن جلوی طبقه کارگر، بخشش این هستش که تنها راه نجات این هستش که غرب و به اصطلاح پروژه های آزادسازی و مدل لیبی بیاد ما رو نجات بده. افق دیگه این هستش که برای جلوگیری از اون باید رفت پشت جمهوری اسلامی، و افق این هستش که ما حول مطالبات اثباتی خودمون، حول دفاع از معیشت خودمون، حول اینکه دعوای اتمی به ما مربوط نیست، ما که سازمانش ندادیم، باید رفاه، زندگی، سلامت، بهداشت و تحصیل و مسکن همه آحاد جامعه و خصوص طبقه کارگر که بیشتر از همه در معرض تعرضه، به این خاطر که کارخونه ها رو دیگه پس از دیگری دارن میبندن و در مقیاس هزاران نفره دارن بیکارش میکنن و به امان خدا زیر دست و بال این به اصطلاح تو این شرایط تحریمی که هر بخشی از سرمایه داره سهم خودش رو با هزار بالاخره تو مکانیزمای داخلی خودشون رو تامین میکنن، بیشتر این فشارش به طبقه کارگر میاد. طبقه کارگر باید افق خودش رو بذاره و افق سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، نه به این معنی که الان جمهوری اسلامی سرنگون میشه انقلاب، به این معنی که این نسخه ها رو من قبول نمی کنم. من این نسخه های آزادسازی و این نسخه های رژیم چینج رو من قبول نمی کنم. اینها افق من نیست، اینها افق بهبود و تغییری که من میخوام نیست. بهبود و تغییری به نفع جناح سبز که یا بخش خصوصی و بخش دولتی سرمایه، یا بخشی که امیدواره که تو با انتگره شدن بیشتر توی سرمایه جهانی بتونه سوداوریشو بالا ببره. این افق من نیست. من افق سرنگونی انقلابی، افق سوسیالیسم رو دارم و معنیش این نیستش که الان از زیر این دعوا، از زیر این تحریم اقتصادی یه همچین سرنگونی شکل میگیره. منتها طبقه کارگر باید افق پیروزی خودش رو و افق تغییرات ماکرو در ابعاد وسیع و در ابعاد اجتماعی رو همیشه در مقابلش داشته باشه و در مقابل افقهای بورژوایی، در افقهای مخرب، افقهای تغییر و به اصطلاح بهبود مدل سوریه و لیبی و عراق، اون بهبود و اون تغییر و اون سرنگونی بنیادینی که طبقه کارگر میخواد، یعنی سوسیالیسم، اون رو در مقابل بذاره و بگه برای رسیدن به اون من به این افقهای شما نمیگم و مقدمتا برای رسیدن به اون من باید صد ببندم، صد مقاومتی ببندم در مورد تعرضی که به معیشتم داره میشه، در مورد
تعرضی که به رهبران کارگری میشه در مقابل تعرضی که به کمترین ابراز وجود اعتراضی تو جامعه میشه و برای اینا باید متشکل بشم انواع اقسام تشکلان با وجود بیارن، باید تحزب کمونیستی با وجود بیارن، باید کمونیست‌ها رو متشکل بکنن و در مقابل این نسخه های فریبکارانه که فقط رو استیصال، فقر، یا آلترناتیوی و ناچاری، احساس ناچاری سرمایه گذاری میکنن، بتونه یه احساس قدرت و احساس اعتماد به نفس و یک افق انقلابی، افق انسانی، افق آزادی خواهانه و افق برابری طلبانه رو در مقابل جامعه بذاره و دست رد بزنه به سینه افقهای دیگه‌ای که به انواع مختلف داره تجویز میشه. بله، شما به نظر شما فکر میکنید همینطور که در سوال قبلیم بود، افقی که اپوزیسیون میده باعث نمیشه که مثلا ما با نمونه‌ای که مثلا با استیصال و سفارشات ملی گوناگون مواجه بشیم؟ افقی که من متوجه شدم، افقی که اپوزیسیون های دیگه میگن میخوان اگه درست متوجه شدم باعث دامن زدن به استیصال میشه. نه، منظورم اینه که فکر میکنی که ممکنه به استیصال و شورش های گوناگون یا شورش گرسنگان تبدیل بشه؟ من فکر نمی کنم الان این اپوزیسیونی که از این شکاف غرب و جمهوری اسلامی ناامید شده الان تو موقعیتی نیست که بتونه به هیچ حرکت جدی تو ایران شکل بده. اینا میتونن پروسه ها رو کند بکنن و میتونن پروسه ها رو عقب بندازن، میتونن جلوی اعتراضات رو بگیرن، میتونن جلو آگاهی رو بگیرن، میتونن جلو متشکل شدن رو بگیرن، میتونن جلو معطوف شدن به نیروی خود رو بگیرن. همین کارا رو میتونن بکنن، ولی من فکر نمی کنم کمترین قدرت اجتماعی داشته باشن که بتونن به هیچ حرکت اعتراضی دامن بزنن. شورش گرسنگان یا اثر استیصال، اینا به نظر من اینا رو این بیشتر حاصل شرایطی هستش که این فشار گرانی، فشار بیکاری، فشار تعرضی که داره به تمام ابتدایی ترین وسایل زندگی مردم میشه ممکنه موجب این بشه که از یه جایی بالاخره یه انفجار اعتراضی صورت بگیره. اگر اعتراض انفجاری خود به خودی صورت میگیره نه به خاطر قدرت افق اپوزیسیون های ارتجاعی، بلکه به نظر من به خاطر عدم حضور متشکل و قدرتمند طبقه کارگری که بتونه به اینا سمت و سو بده، بتونه برای اینها جواب داشته باشه، بتونه به پیشواز اینا بره، بتونه جمعیتی رو که بتونه بخش وسیع از خود طبقه کارگر رو که به گرسنگی داره کشیده میشه، به فقر داره کشیده میشه و میتونه از سر استیصال شورش بکنه که در اون حالت خب میشه هر نیروی ارتجاعی میتونه استفاده خودش رو بکنه. طبقه کارگر میتونست با صف قدرتمند و صف کمونیستی با کانالیزه کردن این اعتراضات به سمت مبارزات اعتراضات مشخصی بر سر پرداخت بیمه بیکاری به همه کسایی که کارشون از دست میدن و به همه کسایی که آماده به کارن، پرداخت بیمه بیکاری به همه زنان و دخترانی که آماده به کارن. بعد و حتی اگه میتونست متشکل بود سازمان دادن توزیع مواد غذایی، سازمان دادن رسیدگی به کسایی که دسترسی به بهداشت ندارن، کسایی که امکان خرید دارو ندارن، فراهم کردن دارو. اگر طبقه کارگر بتونه صاحب و به اصطلاح در موقعیت مسئولی در پاسخ دادن به این مشکل، این معضلات، این نیازهای جامعه ظاهر بشه، به نظر من اگه شورش از سر استیصال هم صورت بگیره طبعا میره توی کیسه طبقه کارگر متشکلی که برای اینا جواب داره. من فکر میکنم این شورش های کور بیشتر از این که حاصل تزریق اون افقهای ارتجاعی باشه
محصول فقدان حضور یک جریان کارگری کمونیستی قوی متشکل تو جامعه است که برای اینا جواب داشت، برای فشاری که این تحریم ها داره میاره. نمیره دنبال این که قیمت ارز بالا رفت پایین رفت که چطوری دارن قیمت ارز رو تعیین میکنن، چرا دارن گاز رو اینطوری صادر میکنن وارد میکنن و چرا دارن با این کشور معامله میکنن. مدیریت احمدی نژاد بده یا خوبه یا مدیریت یکی بخش از سرمایه خوبه یا نمیده. خودش رو اصلا میرفت و پاسخ اجتماعی میداد به عواقب این تحریم ها. اون موقع به نظر من اگر یه همچین نیروی بود آمریکا این تحریم ها رو برمی‌داشت، از طرز همون میرو برش می‌داشت، برای اینکه میدونست نتیجه این تحریم ها داره تبدیل نمیشه به اون استیصالی که میشه از بر متن اون استیصال میشه هر نسخه ارتجاعی رو برای به اصطلاح رژیم چنج یا تغییر یا فشار یا به اصطلاح تغییر توازن قوا بین دستجات ارتجاعی تو خاورمیانه میدونست که داره این محصول رو نمیده، داره میره به کیسه جنبشی که غرب بیشتر از هر کسی ازش میترسه، اون جنبش طبقه کارگری، جنبش سوسیالیستی طبقه کارگری. به حال خواستم بگم که این استیصال و شورش از سر استیصال اگه صورت بگیره بیشتر از اینی که حاصل افق اون اپوزیسیون باشه محصول ضعفیه که توی صف انقلابی، صف مترقی طبقه کارگر، صف کمونیست طبقه کارگر که برای اینها جواب داره مسئولانه. مرسی سریا شهابی. با عرض معذرت وقت ما تموم شده. با تشکر از شما در شرکتتون در این برنامه. منم متشکرم از وقتی که بهم دادید. بینندگان عزیز با تشکر از شما که تا این وقت شب همراه ما بودین و شبتون بخیر.